یعنی درس خوندن تو فرجه امتحانا یکی از بزرگترین اشتباهاتی که یه آدم میتونه انجام بده و من دارم گونه انجام میدم. چرا؟ چون من الان ترمستم، بعد 2 درسم از ترم 1 مونده بود که بیشترین وحدت تو کل این 3 سال دوره لیسانسم داره و اونا رو هنوز پاس نکردم. چرا؟ چون بهم دیر ویزه دادن و دیر به کلاس رسیدم و نتونستم درس بخونم و تا رسیدم ترم تموم شد و امتحانا بود و من هنوز بلد نبودم به زبون دیگه درس بخونم. بعد الان رفتم، بعد اون موقع رفتم ترم 2 درسای ترم 2 ما پاس کردم. بعد امتحان آیمت داشتم، آیمتمو قبول شدم، تغییر رشته ندادم. الان ترم 3 پیش نیاز داره. پیش نیازش چیه؟ درس ترم 1 که من پاس نکردم و من 6 درس رو باید پاس کنم. خیلی عالیه. یکیشو پاس کردم، 5 تاش مونده، 2 تاش که پیش نیاز ترم 1 داره، 2 تا دیگهش میشه اون درسی که پیش نیاز داره. یه درسم درس این ترمی که اونو پاس میکنم راجع به حقوق کامپانی لا و ایناست. اوکی اون پاس میشه. از صبح که ساعت 5 بود من بیدار شدم تا الان یه تک نشستم، یعنی هیچ کار دیگه ای نکردم. صبح که برنامه‌ریزی کردم، الانم نشستم و تازه سلام ساعت 1:35 است. پس سلام، خوش اومدین به یک روز درسی با من آیلینم. اینجا چنل منه و اینکه خیلی خوش اومدین به چنل من. میزا بهتون نشونه ببین که فاجعه اینجا. بطری آبی که داره تمام میشه، 22 که از تولدم مونده، چراغ مطالعه‌ای که این رنگیه، برنامه‌ریزی‌هایی که کردم، کاغذ، جزوه، چیپس، سپایه، شارژر لپتاپ. والا دلم غذا نمیخواد. ببین روبروی خونه من یه پیتزا فروشی خیلی خوبه که پیتزاش خیلی خوشمزه است و پیتزا ایتالیایی واقعا شفز کیسی داره، خیلی پیتزاش خوشمزه. بعد من نمیرم بگیرم از اون، بعد قیمتش هم چون تحت قرارداد با ارتیسه هم قیمت با منسای دانشگاه در میاد و من نمیرم بگیرم. چرا؟ چون رژیمه. کلا دلم آشغالم نمیخواد. اگه دلم آشغال میخواست، سوسیس و پیتزا و نمیدونم نوشابه و اینا، میرم اونو میخریدم، ولی دلم حتی اونم نمیخواد. واسه امروز دلم پیراشکی میخواست یا دونات میخواست که شکلاتی باشه با چای بخورم. درس خوندنم تموم شد چون در بساط تو خونه نداشتیم. من برم خرید، هوام سرده.
خیلی خریدا سنگین شد. فکر نمی‌کردم انقدر سنگین باشه. عرقم در اومد. قیافه رو تو عباس. من دیگه شام یه لپتاپم بود. شام یه چیز حاضری خوردم، اومدم خونه، خریدا رو جابجا کردم و یخچال تمیز کردم و بعد قطعا از خوب نشدم، ولی یه کاری کردم، سس تند خوردم با غذام، یه ذرم پاستل خوردم، کلا هر کاری که نما میکردم کردم دیگه. بعد دیگه چونم باید بگی که همین امروز ما به پایان رسید. فردا اگر وقت بکنم میخوام این دیوار اینجا رو یه سرسامونی بدم، اون تقویم دسامبر اونو باید جنیاریش کنم، اینم باید یه سری چیزی اضافه کنم، باید از اینجا برداریم و اینا. شاید هم کلا اتاق تغییر دکوراسیون بدم، نمیدونم. حالا فردا احتمالاً چون اون تایم برنامه‌ریزی رو دیگه ندارم، برنامه‌ریزیمو کردم، زودتر درسم تمام شد. امروز 6:30 تمام شد. همین.